اگه طراحی کردن این 6 تا دکمه رو بلد باشی، سطح طراحی‌هات چندین برابر خفن‌تر میشه. پس توی این ویدیو قرار 6 تا از ترندترین دکمه ها رو از 0 تا 100 توی فیگما با همدیگه طراحی کنیم و بسازیمش، که آخر ویدیو میتونی همین طراحی‌ها رو داخل پروژه‌های طراحی یو آی خودت استفاده کنی. پس بدون وقت زمانی بزن بریم. دکمه شماره 1. برای ساختن این دکمه ابزار تایپ رو برش می‌دارم و یک کلیک می‌کنم و متن خودم رو می‌نویسم. از فونت وزیر متن استفاده کردم، وزن رگولار و سایز 14. جا داره یادی هم بکنیم از صابر راستی کردار عزیز که طراح این فونت رایگان فارسی هستش. روشون شد. قدم بعدیمون اینه که متن خودمون رو کلیک راست کنیم و گزینه آتو لی‌اوت رو بزنیم و پدینگش رو از بغل‌ها روی 16 و از بالا روی 8 قرار میدیم. روی گزینه اد فیل کلیک میکنم و این کد رنگی رو براش میذارم و رنگ متن خودم رو رنگ مشکی قرار میدم و فریم رو انتخابش میکنم. گزینه اد استروک رو میزنم، یک استروک بهش میدم و با رنگ مشکی و کورنر ردیوس رو به میزان خیلی زیادی افزایش میدم تا در گردترین حالت ممکن خودش قرار بگیره. قدم بعدیمون اینه که از حالت اتو لی‌اوت درش بیاریم و روی متنمون کلیک بکنیم و اینجا روی ستینگ کلیک کنیم که وقتی وارد بخش بیسیک ها میشیم ما این رو از حالت استاندارد خارج میکنیم تا به یک همچین حالتی در بیاد. قدم بعدی من اینه که همینو کلیک راست کنم و آتو لی‌اوت رو بزنم. پدینگ ها رو روی 0 قرار میدم و دوباره سر جاشون قرارش میدم و حالا کاری که باید انجام بدم اینه که از این متن خودم چندین کپی بگیرم با نگه داشتن کلید آلت و کشیدن اون لایه به سمت بالا. لازمه که فریم متن های خودم رو انتخابش کنم و روی این گزینه کلیک کنم تا به صورت ورتیکال اتو لی‌اوت بشن. روی کلیپ کانتنت کلیک میکنم و گپ این فریم رو روی 4-5 قرارش میدم. حالا کافیه کلید کنترل رو نگهش دارم و این ناحیه بالایی خودم رو به این شکل بکشم اینجا قرار بدم و دقت کنید که اون رو در الاین تاپ سنتر قرارش بدیم و حالا یک مقدار دیگه اون رو میکشم بالا تا متن‌های پایینی خودم معلوم نشن. اسم فریم متن خودم رو میذارم تکست و فریم اصلی خودم رو میذارم BTN 1. حالا کافیه که از این دکمه شماره 1 خودم یک کپی بگیرم با نگه داشتن کلید آلت و درگ کردن به سمت پایین. اینجا کافیه که ما فریم متن خودمون رو انتخابش کنیم و اون رو از حالت اتو لی‌اوت خارجش کنیم و همه اینها رو با نگه داشتن کلید شیفت انتخابشون بکنیم و جاشون رو عوضش کنیم، یعنی اون آخریه رو بیاریم در این ناحیه قابل مشاهده خودمون قرارش بدیم به این شکل. قدم بعدی خودمون اینه که این دوتا رو با هم دیگه انتخابشون کنیم و روی گزینه Create Component Set کلیک بکنیم تا در حالت کامپوننت برای من قرار بگیرن. اسم ها رو درست تنظیم می‌کنیم. اینجا من از حالت دیفالت خارجش می‌کنم، رو حالت هاور می‌نویسم. حالا کافیه که از بخش دیزاین بریم به سمت پروتوتایپ و این به علاوه‌ای که اینجا هستش رو به سمت پایین و به این فریم پایینی دکمه خودم وصلش کنم که در حالت هاور قرار میدم، وایل هاور قرار میدم تا وقتی که هاور شد به حالتی که می‌خوام تبدیل بشه. در حالت اسمارت آبجکت قرارش میدم انیمیشنش رو و روی اسلو و میزانی که میخوام قرارش بدم هر چقدر بیشتر باشه کار شما نرم‌تر در میاد. من روی 1200 میلی ثانیه قرارش میدم که همونطور میبینین این شد اولین دکمه ما. دکمه شماره 2. دکمه شماره 2 من تقریبا همون مشخصات داره، پس من از این یک کپی میگیرم، روش کلیک راست میکنم و گزینه DH رو میزنم تا اینکه از حالت کامپوننت برای من خارج بشه و روی این گزینه کلیک میکنم تا از دوباره برگرده به حالت اتو لی‌اوت و گزینه که بعد اینجا باید دقتش کنیم اینه که ما این متن خودمون رو پاکش میکنیم، فقط همون یه دونه متن رو نگهش میداریم و برش میگردونیم به حالت استاندارد خودمون تا حالت طبیعی دکمه رو با هم دیگه داشته باشیم. استروک رو ازش میگیرم، فیلش رو در رنگ مشکی قرار میدم و رنگ متن خودم رو رنگ سفید قرار میدم. قدم بعدی اینه که من یک دایره بردارم و یک دایره کوچیک رسم کنم. کافی که روی این گزینه کلیک بکنم تا ایگنور بشه و نادیده گرفته بشه در حالت اتو لی‌اوت خودمون. میتونیم یه مقدار کوچیک‌ترش کنیم و رنگ سفید رو براش در نظر میگیریم. دقت کنید که دکمه شما باید تیپ کلیپ کانتنت هم خورده باشه تا اون ناحیه نمایش داده نشه. اول از همه اسمش رو بذاریم با تون 2. قدم بعدمون اینه که یک کپی ازش بگیریم و حالا کاری که باید انجام بدیم اینه که اون الیپس خودمون رو انتخابش کنیم و سایزش رو افزایش بدیم و یک همچین کد رنگی رو بهش بدیم. حالا کافی که لایه الیپس خودم رو بیارم بالای لایه متن خودم قرار بدم تا متن من نمایش داده بشه و قدم بعدی من اینه که این دوتا رو با هم دیگه انتخابشون کنم و از دوباره برم کامپوننت و Create Component Set رو بزنم و دوباره اسمش رو روی هاور قرار میدم و کاری که باید بکنیم اینه که بریم پروتوتایپ و روی این به علاوه کلیک بکنیم و
این رو به این فریم پایینی خودمون وصل بکنیم. تنظیماتی که باید براش در نظر بگیریم اینه که از دوباره روی وایل هاور قرارش بدیم، روی اسمارت انیمیت و این بار روی این گزینه قرارش میدیم و روی 800 ms هم قرارش میدیم. اوکیه. و همونطور که میبینی این هم از این دکمه ما و دکمه ما آماده شد. دکمه شماره 3. برای این دکمه متن خودمون رو می‌نویسیم و وضعش رو به جای رگولار روی بولد قرار میدیم، فونت وزیر متن و سایز 14. کلیک راست میکنم، آتو لی‌آوت رو میزنم و دوباره 16 و 8. روی گزینه اد فیل میزنم و این فیل مورد نظر خودم رو بهش میدم و استروک رو براش میارم و 2 تا بهش استروک میدم. وزنش سایزش رو با رنگ مشکی و کورنر ردیوس هم در بالاترین حالت ممکن قرار میدم. قدم بعدی اینه که روی اد افکت کلیک بکنم و گزینه دراپ شادو رو کلیک کنم. اینجا کافیه که بلر رو 0 قرار بدم و این وای رو روی 4 قرار بدم و اوپاسیتی رو روی 100% قرار بدم. قدم بعدی اینه که همین فریم رو انتخابش کنم و کلیک راست کنم و این رو هم در یک فریم دیگه قرار بدم. یعنی دکمه در یک فریم دیگه قرار گرفته و این فریم رو باید جوری قرار بدم که کل دکمه من رو تحت پوشش خودش قرار بده. حالا کافیه که از همین فریم که داخلش دکمه است یک کپی بگیرم و برم داخل این فریم و دکمه رو انتخابش کنم. حالا که دکمه رو انتخابش کردم، اینجا من این دراپ شادو رو ازش میگیرم. قدم بعدی که باید انجامش بدیم اینه که من همین دکمه رو بیارم پایین ترین حالت دکمه خودم قرار بدم. اینجا داخل این فریم خودم بیام پایین قرار بدم تا این فضای خالیه حس بشه و این فضای خالیه رو از عمد من پاکش نمی‌کنم. حالا کافیه که این دوتا رو انتخابشون کنم و برم اینجا و گزینه Create Component Set رو بزنم و اسم این رو هم مجدد روی هاور قرار میدیم. حالا کافیه که از بخش دیزاین بریم پروتوتایپ و این دکمه رو به دکمه پایینی وصل بکنیم و به فریم پایینی وصلش کنیم. کافیه که اینو از دوباره در حالت هاور وایل هاور قرار بدیم. اما نکته که اینجا وجود داره، من در حالت عادی ترین حالت خود پروتوتایپ خودم قرارش میدم که همونطور که میبینی اینم شد نتیجه نهایی کارم. حالا قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو، لازمه که بگم من صبحان خودشناس هستم و حدود 6 ساله میشه که توی حوزه گرافیک فعالیت دارم و بیشتر از 200 پروژه داخلی و بین المللی رو از نزدیک تجربه کردم که این مسیر باعث شده که بیشتر از 2100 هنرجوی ارزشمند، بلو اسکوادی و پرتلاش همراه من باشن. حالا توی این چنل قراره که تجربیات خودم رو در زمینه طراحی گرافیک و طراحی رابط کاربری یا همون یو آی با هوش مصنوعی باهاتون به اشتراک بذارم. پس اگه رابط کاربری و این مسیر شغلی رو دوست داری و هنوز کانال سابسکرایب نکردی، همین کانال سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. پس سابیارت نره، بزن بریم سراغ ادامه ویدیو. دکمه شماره 4. برای ساختن این دکمه هم ابزار تایپ رو برش میدارم و متن خودم رو مینویسم. رنگ متن رو رنگ مشکی قرارش میدم و روش کلیک راست میکنم و گزینه آتو لی‌آوت رو میزنم و دوباره روی 16 و 8 قرار میدم. قدم بعدی خودم اینه که ابزار رکتانگل تول رو برش میدارم، رکتانگل رو برش میدارم و یک مستطیل رسمش میکنم به ارتفاع 2 و طولش رو هم الان با هم دیگه تعیین میکنیم. کافیه که من روی این گزینه کلیک کنم تا ایگنور بشه و در حالت آتو لی‌آوت به آتو لی‌آوت حساب نیاد. پس کافیه که من این رو بیام اینجا قرارش بدم و به این شکل من بهش طولش رو انتخاب میکنم. و حالا کافیه که رنگ این هم رو رنگ مشکی قرار بدیم و قدم بعدی ما اینه که آلتو نگه داریم و یک کپی ازش بگیریم و این مستطیل رو به این شکل بگیریم و بزرگش کنیم. یک کنترل زد میزنم، میام سر جای اصلی خودش. حالا کافیه که رنگش رو عوضش کنم، رو رنگ سفید قرار بدم متن خودم رو و جای متن خودم با لایه رکتانگل خودم رو عوض میکنم. یه لحظه وایسین، نورمو پرید. در قدم بعدی خودم کافیه که این دوتا فریم رو که دکمه های من هستن رو انتخابشون کنم و اینجا دوباره گزینه Create Component Set رو بزنم تا به یک کامپوننت تبدیل بشن. قدم بعدی من اینه که برم از حالت دیزاین به پروتوتایپ و اینجا این گزینه پلاسی که برام اضافه میشه رو به فریم پایینی وصلش کنم. در حالت هاور قرارش میدیم و روی اسمارت انیمیت و روی اسلو قرارش میدیم و روی 600 ms یا همون میلی ثانیه قرارش میدیم. نکته که وجود داره اینه که این بیشتر در جاهایی استفاده میشه که مثلا طراحی ما خیلی ساده و مینیمال قرار باشه، مثلا برای جاهایی که قرار مد و پوشاک در میون باشه یا جاهایی که مثلا طرف خودش مدلینگ و یک به قول معروف سایت شخصی رو داره برای خودش میذاره. و این هم از این دکمه ما. دکمه شماره 5.
برای ساختن این دکمه لازمه که بگم نیاز دوباره طراحیش کنیم. تقریبا همینه و کافیه که من آلتو نگه دارم، اینو بکشم اینجا، یه کپی ازش بگیرم و بیایم اینجا قرارش بدیم و روش کلیک راست کنیم و DHش کنیم و از حالت کامپوننت خارجش کنیم. قراره به جای این که به صورت عمودی جابجا بشه متن، به صورت افقی جابجا بشه که هر کدوم در جاهای خودشون کاربرد خودشون رو دارن. پس کافیه که من اینو از حالت ورتیکال تغییرش بدم به هوریزونتال و به این شکل تبدیلش کنم. حالا کافیه که الاینمنت خودم رو در این سمت قرارش بدم و حالا کنترل رو نگه دارم به این شکل کوچیکش کنم و حالا این رو در وسط این کار خودم قرار میدم. رنگی هم که برای این دکمه خودم در نظر گرفته بودم این کد رنگی هستش که یکی رنگ فیروزه‌ای طوره. حالا کافیه که از همین فریم خودم یک کپی بگیرم و فریم متن خودم رو انتخابش کنم و به جایی که در حالت رایتش قرار بدم در حالت لفتش قرار میدم. چه اتفاقی افتاد؟ الان جای این متن ها عوض شدن. الان من متن رو انتخابشون کنم میبینید به این سمت اومده متن ها، ولی اگه فریم بالایی متن خودم رو انتخابش کنم میبینید که متن‌های من به این سمت اومده. پس حالا کافیه که دوتا رو انتخابشون کنم و از دوباره در حالت کریت کامپوننت ست کلیک بکنم تا به یک کامپوننت تبدیل بشن و اسمش رو هاور قرار بدم. حالا میریم به بخش پروتوتایپ و دوباره این پلاس رو کلیک میکنیم و به فریم پایینی وصلش میکنیم و در حالت اسلو و 600 قرارش میدیم. نکته‌ای که وجود داره اینه که من این رو در حالت هاور قرار ندارم، در حالت آن کلیکه. در حالت هاور قرارش میدم و حالا این هم از نتیجه نهایی این دکمه ما. دکمه شماره 6. برای ساختن این یکی دکمه کافیه که ابزار متن رو بردارم و متن خودم رو بنویسم و حالا من رنگش رو به این کد رنگی تغییرش میدم. بر روش کلیک راست میکنم و دوباره آتو لی‌اوت رو میزنم و 16 و 8 بهش فیل میدم با این کد رنگی و در گردترین حالت ممکن خودش قرارش میدم. روی گزینه اد استروک کلیک میکنم، با این کد رنگی این رنگ رو بهش میدم. در قدم بعدی خودم کافیه که یک مستطیل رسم کنیم دقیقاً به همین ابعاد دکمه خودمون به این شکل و این هم در گردترین حالت ممکن خودش قرارش میدیم و این دفعه این کد رنگی رو براش قرار میدیم. حالا من جای این لایه ها رو عوضش میکنم و چند بار کلید جهت نمای پایین رو فشار میدم تا بیان یه ذره پایین. حالا کافیه که هر دوتا اینها رو انتخابشون کنم و روش کلیک راست کنم و روی فریم سلکشن قرار بدم تا کل اینها در یک فریم قرار میگیرن. حالا یک کپی دیگه ازش میگیرم اما با این تفاوت این رو میارمش بالا و حالا این دوتا رو انتخابش میکنم بدون اینکه فریم اصلی خودم و بزرگی خودم رو کوچیکش کنم. اون رو میارم به لبه پایینی فریم خودم میچسبونمش، یعنی به این شکل در میاد و حالا کافیه که برم توی فریم اصلی خودم و اینجا استروکش رو در حالت گرادینت قرار بدم و این کدای رنگی رو براش انتخاب کنم و حالا کافیه که شیفت رو نگه دارم و با استفاده از موس خودم اونها رو به این شکل قرار بدم و منفی 90 درجه گرادینت خودم رو بچرخونم. رنگ دکمه خودم رو رنگ سفید در نظر میگیرم تا حالت فعال شدن و هاور شدن رو داشته باشه. حالا همون رکتانگل خودم رو انتخابش میکنم، به این هم استروک میدم و میرم در حالت گرادینت و دقیقاً همون رنگ‌های بالا رو به همون تنظیمات بهش اعمال میکنم. این هم از این. حالا کافیه که این دوتا فریم دکمه رو انتخابشون بکنم و برم در بخش دیزاین خودم و روی کریت کامپوننت دوباره کلیک بکنم تا در حالت کامپوننت قرار بگیرن و حالا کافیه که برم به بخش پروتوتایپ و اون رو به فریم پایینی خودم وصلش کنم و در حالت وایل قرارش بدم، وایل هاور قرارش بدم و روی اسمارت انیمیت و این بار این گزینه رو انتخابش میکنیم و دیوریشنش هم روی 300 ms قرارش میدیم. و همینطور که میبینی این هم از این دکمه ما. خب دکمه های ما طراحی کردنشون تموم شد. یه پیشنمایش کلی هم بخوایم ببینیم میبینید که دکمه های ما همشون کار میکنن. من خیلی خوشحالم که این ویدیو رو ضبط کردم و خیلی هم خوشحالم که شما هم این ویدیو رو با من تا تهش نگاه کردین. لازمه که بگم اگه فایل کامل این پروژه رو به صورت رایگان میخوای کافی که برید داخل کانال تلگرام به همین آیدی زیر ازش استفاده کنی. و یه یادآوری دیگه هم بکنم که اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردی ولی یو آی، فیگما و این مسیر شغلی رو دوست داری، پیشنهاد میکنم کانال رو سابسکرایب کنی تا ویدیوهای بعدی رو از دستشون ندی. خیلی ممنونم که تا اینجا همراه من بودی. خسته هم نباشی. ویدیوهای بعدی میبینمت.